سلام. توی این ویدیو میخوام امروز درباره روح‌های داوطلبی صحبت کنم که طی زمانهای مختلف برای کمک به بشر و کمک به ادامه حیات کره زمین وارد زمین شدند. حتما قبلا درباره این روح‌ها تا اندازه شنیدید، به طور مثال کودکان ملقب به ایندیگو که خیلی دربارهشون صحبت میشه، اما اطلاعاتی که در این باره وجود داره بسیار ناقص و میتونم بگم تقریبا غلط هستش. کودکان ایندیگو فقط یکی از چند دسته از روح‌هایی هستند که برای کمک به بشر به زمین اومدن. هر زمانی که زمین به سمت تاریکی میره و انسان از اراده آزاد خودش و انتخاب آزاد خودش یا همون فری ویل در راستای منفی، در راستای تخریب کره زمین، در راستای آسیب به حیات کره زمین، زیست موجودات، انسان‌ها و هر آنچه که در زمین هست استفاده می‌کنند، الوهیت‌ها تصمیم می‌گیرند گروهی از روح‌های داوطلب رو وارد زمین کنند. اینجا سوال پیش میاد چرا الوهیت‌ها چنین تصمیمی رو می‌گیرن مگه خودشون نمیتونن به ما به نحوی کمک کنن؟ میخوام به این سوال جواب بدم. ببینید، کره زمین، تمام سیارات در کهکشان‌ها به نحوی بر قوانین خاص خودشون استوار هستن و حالا ما به فلسفه چرایی اون در این ویدیو نمیخوایم بپردازیم که ریشه‌اش چیه، چون واقعا کسی به صورت مطلق نمیدونه. اما اون چیزی که هستش، یکی از قوانین منتسب به کره زمین که با سیارات دیگه کاملا متفاوت هستش، همون اراده آزاد انسان یا انتخاب آزاد انسان یا همون فری ویل هستش که در زمین به انسان داده شده. زمین یک جور فضای آزمایشگاه طوری هست برای اینکه الوهیت‌ها ببینن حالا به یک سری موجودات، به یک سری روح‌ها اراده آزاد دادن، چطور از این توانایی استفاده میکنن. آیا در راستای بهبود، ارتقا استفاده میکنن، مثبت، نور، یا در راستای سایه، تاریکی، کارهای منفی. و زمانی که انتخاب انسان‌ها به سمت منفی پیش میره، اونها تصمیم میگیرن به انسان‌ها کمک کنن. اما از اونجایی که یکی از قوانینی که بر زمین در واقع استوار هستش همون اراده آزاد هست و اونها نمیتونن طبق اون قوانین در اراده انسان‌ها دخالت بکنن، به جای اینکه در اراده انسان دخالت بکنن، تصمیم میگیرن برای کمک گروه زیادی، کثیری در سراسر دنیا از روح‌های داوطلب رو بخوان بفرستن تا اونها بتونن به نحوی به زمین کمک کنن. حالا این روح‌هایی که تحت عنوان روح‌های داوطلب هستند چند دسته هستند؟ چه سبک روح‌هایی هستند؟ چرا اصلا روح‌های داوطلب؟ زمانی که یک سری تکنولوژی، امکانات ساخته میشه، همه انسان‌ها میتونن از اون در راستای مثبت هم منفی استفاده کنن. درست مثل فضای مجازی، میتونید هم در راستای مثبت استفاده کنید هم منفی. درست مثل یک چاقو، وقتی که چاقو اختراع میشه، وقتی که حالا به ریشه ساخت چاقو بخوایم برگردیم، انسان برای یک احتیاج اون رو خلق کرد. میتونست برای پوست کندن میوه، برای درست کردن غذا، برای پاره کردن طناب ازش استفاده کنه. اما جایی هم رسید که انسان از اون برای کشتن همدیگه، برای آسیب به هم استفاده کرد. حالا یکی از مهمترین وقایعی که طی 80 سال اخیر منجر شد که ما بخوایم بگیم یکی از اولین موج گروه‌های روح‌های داوطلب طی یک سده اخیر وارد زمین شدن، همون اتفاق مربوط به جنگ جهانی دوم هستش. چون زمانی که انسان به انرژی اتمی دست پیدا کرد، میتونست از اون انرژی در راستای خیلی مثبتی استفاده کنه، اما تصمیم گرفت که به حیات یک کشور، به اقلیم یک کشور، به انسانهایی که در یک جغرافیایی از زمین زیست میکردن در مقیاس وسیع آسیب برسونه و این یکی از جاهایی بود که این اتفاق افتاد. حالا قبل از اینکه وارد موج چهارگانه این روح‌هایی که وارد زمین شدن بشیم، میخوایم ببینیم اصلا این روح‌هایی که وارد زمین میشن چه دسته روح‌هایی هستن، چه ویژگی‌هایی دارن، چرا بهشون میگن داوطلب. ببینید، یکی از دست روح‌هایی که میپذیرن به زمین بیان برای کمک به بشر، روح‌هایی هستن که اصلا هیچ بک‌گراندی در زمین ندارن. یعنی کاتگوری یا دسته‌بندی از روح‌هایی هستن که اصلا برای زیست در زمین ایجاد نشده بودن، در ابعاد دیگه‌ای در حال زندگی بودن.
ولی بهشون آموزش داده میشه تا بیان به زمین به نحوی به انسان، به کره زمین کمک بکنن. یک دسته دیگه از روح‌ها هستن که اونها اتفاقا تجربه زندگی در زمین رو دارن، ولی روح‌های ابعاد سطح 4، 5 و 6 هستن. یکی از بالاترین ابعاد روح‌ها هستش. یعنی زمانی که روح‌های بعد 4، 5 و 6 وارد زمین میشن، بسیار فداکاری بزرگی کردن. چون غالبا روح‌هایی که مال این دسته از ابعاد هستن، روح‌هایی هستن که قبلا در زمین زندگی کردن، سالهای زیاد، تناسخ‌های متعدد و آزمون و خطا کردن، بعضی وقتا اشتباه رفتن، دوباره اومدن به زمین جبران کردن و زمانی که تصمیم میگیرن از اون سطح به زمین بیان، یعنی ارتقای روح خودشون رو، مسیرش رو به ریسک انداختن. چون هر زندگی در زمین میتونه برای خودش کارما ایجاد کنه، ریسک این رو داره که اشتباهاتی در زمین انجام بدید. چون در بعد کانشس یا همون بعد آگاهانه روحتون، شما ذهنتون چیزی رو به خاطر نمیاره از قراردادهایی که قبلا در عالم بالا داشتید. حالا رسیدیم به بحث اصلی ویدیوی امروز، اون هم انواع موج روح‌های داوطلب که طی 80 سال اخیر به زمین اومدن. دسته اول روح‌هایی بودند که بعد از جنگ جهانی اول سال 1939 میلادی آغاز شد و تا حدوداً 1945 میلادی به طول انجامید. حدوداً 5 سال بعد تا 20 سال بعد مرحله به مرحله وارد زمین شدند. یعنی حدود 1950 میلادی تا 1970 میلادی این روح‌ها در بدترین زمان ممکن وارد زمین شدند. و روح‌هایی بودند که غالباً تجربه زیست در زمین رو نداشتند و قرار بود هیچ جور سمی، هیچ جور انرژی منفی این روح‌ها نداشته باشن که به زمین میان تا بتونن با یک بک‌گراند بسیار پیور، خالص و کاملا روح بدون آسیب بتونن به اون زندگی بیان تا بتونن به آدم‌ها کمک کنن. اما غالبا روح‌ها متاسفانه نمیتونستن موفق بشن و اکثرا خودکشی میکردن، به خاطر اینکه روح‌هایی بودن که بسیار در شرایط سختی وارد شدن، بک‌گراند زیستن در زمین رو نداشتن و دچار حس انزوا، عدم تعلق به زمین می شدن و حس می کردن یک جوری به اون خونه محیط تعلق ندارن و همش شاید تو کودکیشون سوال می کردن چرا آدم ها اینجوری هن؟ چرا این اتفاقات داره میافته؟ چرا؟ همش چرایی داشتن. بچه هایی که توی اون دوران به دنیا آمدن اکثرا دچار این سوالا بودن که چرا دنیا اینطوریه، چرا آدم ها با هم نامهربونی میکنن. اونها اصلا نمیتونستن خشونت انسانی رو درک کنن چون برای این ابعاد نبودن. در نتیجه متاسفانه شاید نتونستن اون میزان کمکی که انتظار میرفت رو انجام بدن، چون دچار حس انزوا، عدم تعلق، افسردگی شدید میشدن و خیلی هاشون خودکشی. گروه بعدی گروه ملقب به کودکان ایندیگو یا روح‌های ایندیگو هستن. حالا چرا ایندیگو؟ ایندیگو در واقع در انگلیسی به معنی همون رنگ بنفش هستش و بالاترین حاله انسان، یعنی رنگ اورایی که دور انسان رو تشکیل میده در عالم ارواح، کسایی که حالا هیپنوتیزم میکنن، کسایی که چشم سوم دارن، حتی در زمین هم میدونن مشاهده بکنن، رنگ بنفش هست. و کودکانی که وارد میشدن تحت عنوان کودکان ملقب به ایندیگو، این اسمی هستش که ماها در زمین بهشون دادیم، کودکانی بودن که در حی 1980 میلادی تا اواخر یا اواسط 1990 میلادی در این دهه‌ها وارد زمین شدند و اینها روح‌هایی بودند که اتفاقاً بک‌گراند زیستن در زمین رو داشتند و روح‌هایی بودند از سطح 4، 5 و 6 ابعاد بالای عالم ارواح. و ببینید همونطور که قبلا گفتم، روح‌هایی که در این ابعاد به سر میبرند، به خصوص بعد 6 و 5، حاضر نیستن اون زحمت‌هاشون رو سوخت کنن و در حالت عادی برای یک تناسخ و تجربه دیگه و پیمودن مسیر رشد روح به زمین بیان. اما زمانی که اینها این تصمیم رو گرفتن، فداکاری بسیار بزرگی کردن و احتمالاً یکی از اطرافیان شما هم بخوام باشن، فرزندی، مادری، پدری، خواهری، کسی که شما به نحوی از اون فرد به شما برکت رسیده، خیر رسیده. و وقتی از کودکان ایندیگو یا روح‌های کلاً سطح بالا با هر کتگوری صحبت می‌کنیم، اینها ببینید لزوما قرار نیست آدم‌هایی باشن که خیلی ویژگی‌هایی داشته باشن که همه جوره پرفکت باشه، یعنی قرار نیست بدون نقص باشن، چون یک جسم زمینی رو انتخاب کردن که روحشون کاملا نمیتونه مچ و سازگار باشه با اون جسمی که انتخاب کردن. در نتیجه قطعا نقصان‌های رفتاری خودشون رو دارن، اما به طور کلی
وقتی بزرگتر میشن وارد سن در واقع بلوغ و پشت سر میگذارن، اوایل دهه 20 رو پشت سر میگذارن، کاملا وارد حیطه از سن میشن که حضورشون برکته. نکته بسیار مهم درباره روح‌های ایندیگو این هستش که اونها نقش یک جور مولد انرژی برق رو در واقع در زمین داشتن، نقش یک جور دکل مخابراتی رو داشتن. یعنی اصلا قرار نبوده همشون بیان خدمات رسانی کنن. به بعضیاشون گفتن فقط برید که باشید. چون وقتی یک فردی که حاله بسیار مثبتی داره، دارای فرکانس بالایی هستش که در یک محیط قرار میگیره، چه بخواد چه نخواد انرژیش بر اون محیط تاثیر میذاره. حالا شما تصور کنید این 1 نفر بشه 2 نفر، 20 نفر، 100 نفر، صدها نفر در سطح کشور و شهرها بخواد پخش بشه. حضور اینها در هواپیما، در ماشین، در خودرو، در مرکز خرید، در خیابان، در خانواده، در هر جایی که هستن به نوعی خیر و برکت به خودش میاره، به نوعی یک حاله محافظتی برای افراد اون منطقه ایجاد میکنه. این دسته روحایی هستن که وقتی حتی شبها میخوابن، روحشون به نحوی در حال خدمات رسانی به افراد، به خیلی سیستم ها در زمین هستش. مثلا ممکنه از یک تصادفی بخوان پیشگیری کنن، از سقوط یک هواپیمایی، هر نوع دیگه خدمات ارائه بدن. و اونی که بیدار هستن و در طی روز به نحو دیگه دارن خدمات رسانی میکنن. هیچ کدوم این دسته روح‌ها در سطح کانشسنس، در حد سطح آگاهی خودآگاه ذهنشون متوجه نیستن و اصلا نمیدونن جزو این دسته روح‌ها هستن. اما ممکنه اگر تلاش کنن در امور معنوی بخوان پیشرفت‌هایی به دست بیارن، کم کم در سنین بالاتر متوجه میشن که یک چیزی درباره این خودشون متفاوت از عموم مردم و آدم‌ها و جامعه هستش و کم کم متوجه سطح روحشون ممکنه بشن و تو اون مسیر بخوام مستقیم‌تر و با خیلی قاطعیت بیشتری گام بردارن. اگر میخواید ببینید که شما جزء متولدین حدود دهه 1980 و 90 میلادی، میتونم به صورت دقیق تر بگم تا حدود 1994 تا 95 میلادی هستید، آیا جزء این دسته افراد هستید یا نه، بسیار به بی‌عدالتی حساس هستید. یک جور سنت شکن و تابو شکن در زمان خودتون، در عصر خودتون، شعاع زندگی خودتون بودید. تمام سیستم های قدیمی رو زیر سوال می بردید. بی‌عدالتی، دروغ، اینها رو نمیتونستید تحمل بکنید و احتمالاً از شهود و خلاقیت بالایی هم در کودکی برخوردار بودید و این شهود میتونه به صورت خوابهای در واقع رویای شفاف خودش رو نشون بده، خوابهایی که به حقیقت تعبیر میشن، یا به نوعی حرفهایی که بزرگتر از سنتون بوده در کودکی میزدید و میتونست راهگشای خانواده باشه، حالا اینکه اونها میپذیرفتن یا خیر تصمیم خودشون بوده. این میشه ویژگی های کودکان یا روح‌های نسل ایندیگو. که دیگه از ویژگی های مربوط به این کودکان یا این نسل این هستش که بسیار نسبت به کنترل شدن، هر کسی هر سیستمی بخواد کنترلشون کنه بسیار افسارگسیخن و نمیتونن تحمل کنن. شاید ویژگی خیلی اگریسیو یا خشنی نداشته باشن لزوما، چون تفاوت‌های فردی هستش، اما قطعا نسبت به کنترل شدن بیزار هستن و هر سیستمی که افکار زندگیشون رو بخواد محدود کنه یک به نوعی ازش رنجیده میشن یا یک جور مقاومت نشون میدن و احتمالاً جزو افرادی هستن که بسیار هم زود رنج هستن. نسل سوم روح‌های ملقب به کریستال هستند. روح‌های کریستالی. بعد روح‌های ایندیگو روح‌های کریستالی وارد زمین شدن. روح‌های کریستالی یعنی از موج سوم به بعد تقریبا میشه گفت اینها برای عصر نیو ارث یا همون عصر زمین جدید هستند، عصری که زمین وارد فرکانس کاملا متفاوتی شده. اینها حدوداً از سال 1994-95 میلادی به صورت غالب متولد شدند تا حدود 2003 میلادی. ما از حدود سال 2003 میلادی تا 2010 میلادی که تقریبا میشه گفت یک جور همپوشانی هست بین موج سوم روح‌های داوطلب و موج چهارم. و این رو باید دقت کنید داخل پرانتز به عنوان یک نکته که وقتی از این سالها صحبت میکنیم یک میانگینی هست از زمانی که اون روح‌ها طی اون سالها وارد زمین شدن، اما به صورت دقیق درست نیست چون یک همپوشانی وجود داره، چون این الوهیت ها هستن که تصمیم میگیرن کودکان مثلا از چه کاتگوری مثل ایندیگو که
قبلا تجربه زیست در زمین داشتن، یا کودکانی که یعنی روحایی که اصلا تجربه زیست در زمین نداشتن رو توی چه زمانی بخوان مجدد وارد زمین بشن. در نتیجه یک همپوشانی هست و کودکان ملقب به ایندیگو یا کودکان ملقب به کریستالی در سالهای حدود 2003 تا 2010 میلادی زمان مشترکی هستش که هر دو گروه وارد زمین شدن. های نسل سوم، موج سوم یا همون کریستالی، اینها چشم امید جهان هستند. یعنی ما در یک نمایش بسیار بزرگی در زمین به سر میبریم که از بالا همه دارن تماشا میکنن که اینها چه نقش آفرینی قراره بکنن. کودکان نسل سوم یعنی همون روحهای نسل کریستالی کسایی هستن که قراره در سیستم اقتصادی، اجتماعی، باورهای فکری کلا انقلاب ایجاد کنن و حتما اگه بچه هاتون متولد 1994 به بعد هستن تا حدود ماکسیموم 2010 میلادی، شما متوجه کاملا متفاوت بودن این نسل با نسل‌های قبل میشین. اینها در اصلی متولد شدن که تقریبا روحشون همه چیز رو داره و اختلالات ADHD و اوتیسم بیشتر به کودکان عصر جدید در واقع نسبت داده میشه و براشون اتفاق میفته. یعنی کودکان روح‌های داوطلب نسل سوم و نسل چهارم. علتش هم این هستش که این روح‌ها بسیار فرکانس بالایی دارن و اصلا فرکانسشون انقدر جلوتر از فرکانس زمین هستش که نمیتونن در زمین تطابق پیدا بکنن و چون همه چیزشون فرکانسشون بالاتر از فرکانس زمین هستش، چیزهایی که دیگران بهشون نسبت میدن تحت عنوان اختلال هستش، در صورتی که ما هستیم که نمیتونیم خودمون رو با اونها، با اون نسل، با اون روح‌ها، با اون کیفیت فرکانس تطابق بدیم. در نتیجه در ویژگی هایی که دارن تحت عنوان اختلال ما بهشون نسبت میدیم. این نسل اگه میخواید بدونید چه ویژگی هایی داشتن در اطرافتون یا در خودتون میخواید بسنجید، کسایی هستن که بسیار همدل، مهربان و بسیار هم اتفاقا زود حوصله‌شون سر میره، نمیتونن طولانی روی کاری متمرکز باشن، باید ذهنشون مدام به دنبال یک چالش جدید، حل مسئله باشه، نمیتونن آروم و قرار داشته باشن و کارماهای بسیار کمی از زندگی‌های گذشته دارن، ولی اینجوری نیست که فاقد کارما بخوام بوده باشن و شهود بسیار بالایی دارن و علاقه بسیار زیاد به طبیعت و حیوانات دارن و یکی از علت‌هایی که این نسل به مهاجرت معکوس هم علاقه پیدا کرده دلیلش اینه که بسیار روح‌های بزرگی هستن و نمیتونن در فضاهای شهری دووم بیارن، میخوان به اصل خودشون برگردن، برن به جاهایی که طبیعت هست، حیوان دورشون هست و به صورت سنتی زندگی کنن و این رو شما بیشتر در متولدین این دهه از سالها میبینید. موج چهارم کودکان یا روح‌های ملقب به عصر رنگین کمان هستن. مجدد تکرار میکنم، اینا الفاظی هستش که ماها در زمین بهشون نسبت دادیم و بین اساتید معنوی هم حتی درباره سالهایی که مثلا ما میگیم کودکان ایندیگو، روح‌های کریستالی یا رنگین کمان تفاوت نظرهایی وجود داره و این سالها و این دسته‌بندی هایی که من خدمتتون در این ویدیو میگم کاملا نظر شخصی هستش، چون در اگه شما بخواید در ارتباط با اساتید دیگه‌ای باشید یا خودتون بخواید حتی تجربه معنوی داشته باشید، بخواید با سوال و پرسش و پاسخ از الوهیت ها سوال کرده باشید، می‌بینید که اختلافی در زمانبندی ها هست. به این معنی نیست که هیچ کدومشون غلطن، چون نامگذاری دسته‌بندی ها مثل ایندیگو رو ماها اینها رو بهش نسبت دادیم. در مورد سالها هم یک بازه بزرگی داریم که در واقع میتونیم بگیم حداقلی حداکثری زمانی که این روح‌ها اومدن و یک مقدار هم زمانی هستش که اوج ورود اینها بوده و میشه زمان بازه کوچکتر. در نتیجه هیچ کدومشون به طور مطلق غلط نیست، اما دیدم که در حالا منابع زرد و اینها یک مقدار واقعا از حقیقت دوره، چون فقط حاصل کپی پیست هستش و خودشون تجربه معنوی نداشتن، تجربه هیپنو پرسش و پاسخ نداشتن، تجربه هیچ گونه در واقع همون کپی پیست هستش و نمیتونه به چه درستی از این حقیقت رو در واقع پوشش بده. های رنگین کمان از حدود سال 2010 میلادی به بعد غالبا متولد شدن، اما همپوشانی با روح‌های ایندیگو دارن و بخششون از سال 2003 تا 2010 هم متولد شدن و اینها بسیار همدل، مهربان، شاد، پر انرژی، بدون زخم‌های کارمایی هستن و میتونم بگم جزو روح‌های بسیار کاملی هستن
و یا مراحل تکامل روح رو طی کردن یا اینکه بارهای کارمیک ندارن و اثر این نسل رنگین کمان رو شما تا 10-20 سال آینده میبینید، چون الان کودکانی هستن که حدودا زیر 15 یا 18 سال سنشون هست. اگه تو هم جزو دسته افرادی هستی که در زندگی احساس میکنی از آدمهای همسن خودت، هم عصر خودت متفاوت هستی، تحمل تمام کارهای تاریک رو نداری، مثل دروغ، ریا، خشونت، خشم و زندگی خیلی وقتا حتی با وجود داشتن شرایط ایدئال و استاندارد مثل خانواده خوب، درآمد خوب، شغل خوب و زندگی خوب برخورداری، اما همچنان حس میکنی یه چیزی تو زندگی کمه، به اون جایی که هستی تعلق نداری، همش دلت میخواد مشغول یه کار مفیدی باشی و نمیتونی آدم‌ها رو تحمل کنی یا شرایط زندگی و زمین رو تحمل کنی، عمیق به مسائل نگاه میکنی، حس تفاوت، انزوا میکنی و خیلی وقتا دوست داری در جمع باشی، در آدم‌ها باشی، انرژی بگیری، اما گاهی از بین اون بودن در جمع‌ها میخوای در عین حال فرار کنی و این تضاد رو با خودت، پارادوکس رو داری، میخوای به خلوت پناه ببری تا باتریت شارژ بشه و حتی یک وقتایی ممکنه حس خودکشی هم به ذهنت رسیده باشه. تو به احتمال زیاد جزو یکی از همین دسته روح‌هایی هستی که به صورت داوطلب به زمین اومدن. و اگر که جزو این دسته هستی و این ویژگی ها رو داری یا ویژگی های متفاوت، حتما در کامنت بنویس که چه سالی متولد شدی و چه تفاوت هایی داری که تو رو از هم عصرهای خودت متفاوت و متمایز میکنه تا به دانش و آگاهی ما در این زمینه اضافه بشه. اگر از این ویدیو و اطلاعاتی که دادم لذت بردی، حتما لایک، کامنت و سابسکرایب کن و منتظر ویدیوهای بعدی باش.